میکنم که جمهوری اسلامی همسایه نمیخواد، برده میخواد. تا وقتی ساکتی حرف نمیزنی میشی برادر شریف افغان. ولی وای به روزی که حکومت دنبال یه دشمن بخواد بگرده، دنبال یه قربونی، اون وقتی که همون آدم شریف زحمتکش یه دفعه میشه جاسوس، نفوذی یا اتباع غیر مجاز. من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره یک شکست اطلاعاتی عظیم رو با یه شکست اطلاعاتی عظیم دیگه میپوشونه. شکی نیست که به همه ثابت شده اینا مهمترین سردارانشون رو توی یک فاجعه اطلاعاتی از دست دادن. یعنی چی؟ یعنی جاسوس داشتن. حالا به جای اینکه برن جاسوس بگیرن، دنبالش یه جای دیگه دارن میگردن. وسط افغانستانیای ساکن ایران جاسوس توی سپاه بوده حاجی. طبق راه حلی که تو داری ارائه میدی و میخوای جاسوس رو اخراج کنی، اول باید سپاهی‌ها رو اخراج کنی. افغانستانی تو ایران میدونست شادمانی فرمانده خاتم الانبیا کجاست؟ اون میدونست؟ اسرائیل زدش، نمرد، بردنش یه جای دیگه قایمش کردن. 4 ساعت بعد اسرائیل پیداش کرد، زد، کشتش. الان دارن افغان هایی رو میگیرند که سالها تو این کشور کار کردن، ساختن، بچه هاشون تو ایران به دنیا آمدن، مدرسه رفتن، حالا همه دیپورت کنیم، دیپورتشون میکنن، خونهشون رو پلم میکنن، اموالشون رو میگیرن، بعدم براشون اتهام جاسوسی برای اسرائیل میسازن. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی تو همه چی باخته. تو جنگ، سیاست، اقتصاد، اطلاعات، امنیت، شرافت، شعور، همه چی، تو همه چی باخته. و حالا دنبال یه کسی میگرده که همه چی رو بندازه گردنش. چون نمیتونه تو آینه نگاه کنه، میزنه تو صورت مهاجر. میگه افغان‌ها خطرناکن چون خودش خطرناکه. میگه افغان‌ها نفوذ کردند چون خودش تا خرخره نفوذی داره. زورش فقط به اونی میرسه که قدرت نداره. همه جای دنیا پناهندگی و پناهندگان مسئله است. بعضی کشورها با برنامه دارن باش برخورد میکنن، بعضی هم هنوز نمیدونن چه غلطی دارن میکنن. جمهوری اسلامی اما یک حکومت فشل و عاجزه. شما اگر تونستید سوراخ اطلاعاتیتون رو پر کنید، اینم میتونید چاره کنید. من فکر میکنم اگه یه روزی تاریخ بخواد ما رو قضاوت کنه و ما بخوایم مثلا به عنوان ایرانی از انسانیتمون دفاع کنیم، باید از همون جایی شروع کنیم که همیشه نسبت بهش بی‌تفاوت بودیم. از افغانستان. نه به خاطر مرزش، نه به خاطر خاکش، به خاطر آدماش.